السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به یک چند سوال ها جواب میگوییم. میگویند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال: وقتی نماز شام شده است، نماز عصر را خواندن ممکن است؟ خداوند نگهبانتان شود. در حق ما دعاگو باشید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، اگر وقتی نماز شام فرا رسیده باشد و حالان که انسان عصر را نخوانده است، در این صورت عصر قضا شده است و از همه بزرگترین نمازهای نماز عصر است. الله سبحانه و تعالی می فرماید حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی و قوموا لله قانتین. شما 5 وقت نماز را محافظت کنید، یعنی به نمازها اهمیت جدی دهید، علل خصوص و الصلاة الوسطی، به نماز میانه. و نماز میانه این نماز عصر است. خیلی که در صحیح بخاری و مسلم آمده است، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که شغلونا عن الصلاة الوسطی صلاة العصر، ما را از نماز میانه مشغول کردند، از نماز عصر. گفته نماز میانه را تفسیر کردند پیامبر علیه السلام. بنابراین بهترین نماز و بزرگترین نماز در بین 5 وقت نماز عصر است. قضا کردنش به نهایت گناه کبیر است. و اما در همین صورت وقتی که نماز شام قضا کردید و نماز عصر را قضا کردید و شام فرا رسید، در این صورت اول عصر میخوانید سپس شام. چون که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هم وقتی که روز احزاب بود، جنگ احزاب بود، امکانیتی نماز خواندن ندادند، حتی نماز عصر قضا شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق کافرها دعای بد کردند: ملأ الله بیوتهم و قبورهم نارا. الله تعالی خانه های آنها، قبرهای آنها را مملوء از آتش کند، پر از آتش کند. ما را از نماز میانه مشغول کرد، از نماز عصر. گفتند و طهارت کرده اول عصر خواندند، حالان که وقتی شام در آمده بود سپس شام خواندند. این دلالت میکند که نمازها را انسان به ترتیب میخواند، چون که الله سبحانه و تعالی گفت ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز برای مؤمن ها یه فرضی هست که وقت و حد و حدود دارد. اول عصر، سپس شام، سپس خفتن. همین گونه اگر رفت و 5 وقت نماز انسان قضا شود، 5 وقت نماز را به ترتیب میخواند، ولی کوشش کنید نمازها را قضا نکنید. الله سبحانه و تعالی دنیا آخرتتون آباد گرداند. در حق ما دعاگو باشید. همین خیلی دعاها بسیار از طلبها که مقصد دعا کنید، ان شاء الله دعا میکنیم الله موفق گرداند. خب، سوال دیگر: اندازه ریش چقدر باشد که آن را در طهارت باید مسح کشید؟ ریش اگر غفص باشد، مقصد سیاه باشد، رنگی روی نمایان نباشد، در این صورت به ریش مسح کشیده می شود. با انگشتان ریش ها را خلال کرده می شود، انگشت ها را تر کرده ریش ها را مسح کرده می شود. اما اگر ریش تنک باشد به درجه که رنگ روی می نماید، در این صورت ریش را و روی را می شوید. ریش های تنک باشد، روی را می شوید. خب، میگویم استا ما کار میکنیم، آدما ما را کار میتیه، کار میبره میبیارم به ماشین خودش استرومنت ها ای همون 50 کار میتیه، همون سوم ده همون حلال ای. خب، خلاصه میگم که چی هست مقصد؟ ما بین روها هست که برای ما کار میابند و با ماشین شما رو به کار میبرند میبیارند و اسباب و آلت های کاری هم از جانب ایشان است و مزدی که میگیریم 50 به 50 تقسیم میکنیم بین ما و بین آنهایی که برای ما کار یافتن. آیا حلال است؟ بله حلال است. اگر شما وقتی که به کار در آمدید با همین شرط و شروط ها به کار در آمده باشید و همین را قبول کرده باشید، یعنی او هم این شریکی در عمل است. کار مییابد، شما رو میبرد میبیارد، آلات و اسباب و اسکنه های کار از جانب آنها هست، از شما کار است، هیچ باکی ندارد.
السلام علیکم و رحمت الله. نمازهایی که در سفر چی در وقت سردی شرایط آب خنک با تیمم خوانده می شود باید اعادت کنیم. مختصر می فهموندید. نمازهایی که مثلا تیمم کردید، در سفر بودید آب نیافتید تیمم کردید، وقتی که به خانه آمدید که آب هست، در این صورت نمازی با تیمم خوانده رو اعادت نمی کنید. یا مثلا بیمار بودید، برای شما اجازت نبود که با آب طهارت کنید، تیمم کردید، وقتی که صحت شدید نمازها رو اعاده نمی کنید. نمازها در وقتش اجرا شدگی هست، دوباره نمی خوانید. میگن و تفسیر دعای حضرت یونس رو میگفتید. حضرت یونس در شکم ماهی گفتن که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. غیر تو دیگر معبودی بر حق نیست. خطاب به سوی الله سبحانه و تعالی در قعر اقیانوس، در قعر شکم ماهی، در تاریکی شب دعا کردن که لا اله الا انت، غیر تو دیگر معبودی بر حق نیست. دیگه تمام دنیا اگر یک جای شود، در همان حالت حضرت یونس را از قعر اقیانوس در نصف شب در شکم ماهی هیچ کسی نمیتونه برآورد. هیچ کسی صدایشان را نمیشنوید، هیچ کسی از احوالشان با خبر نبود. تمام دنیا با تمام قدراتش اگر جمع شود نمیتواند نجات دهد. بنابراین گفتن که لا اله الا انت، غیر تو دیگه معبودی بر حق نیست. معبودی بر حق، ذاتی که به همه کار قدرت دارد، این فقط تنها تو هستی. سبحانک، تو از عیب و کمبودی ها پاک هستی. از جمله از ناتوانی. ناتوانی صفت نقص است. الله تعالی ناتوان نیست، الله تعالی قدیر است، به همه کار قادر است. سبحانک، تو پاک هستی. انی کنت من الظالمین، من از جمله ظالم ها شدم. وقتی که این دعا را گفتن، الله تعالی حضرت یونس را نجات داد و گفت که فنجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین، ما او را از این مشکلی نجات دادیم، همین گونه مؤمن ها را هم نجات میدیم. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کدام مسلمانی که با دعای یونس اگر دعا کند، الله تعالی دعایش را اجابت میکنه. لیکن شرطش این است که مانند یونس، خیلی که الله تعالی گفت که اگر او از جمله ذکر کننده ها نمیشد، تا روز قیامت در شکم ماهی باقی میماند. گفت حضرت یونس در وقت آرامی، در وقت تنجی، در وقت آسودگی ذکر الله میکردن، عبادت الله میکردن. در وقت شدت الله تعالی دعایشان را اجابت کرد. خب اگر هر روز برآمد نکنید، فردا روز قیامت از بالاتون در پیشگاه عظمت پروردگار شکایت میکنیم. روز از روز ایمانهایمون ضعیف شده است. امری معروف نیست، باشد هم کم کم خواهش میکنیم هر روز برآمد کنید، شاید به سبب خطاهایمون اصلاح کنیم. خب انشاءالله در همین شبکه بیان هم قریب 500 نوار هست. همه ها را گوش کنید. انشاءالله کوشش میکنیم با من این نوار برداران و برادرانی که این نوار را آماده میکنم، انشاءالله وقت جدا کرده فرارن هر روز حرکت میکنیم نوار کنیم. خب سلام علیکم. در اهل اسلام شوهرم، دادر اهل اسلام شوهرم زنی دویم دارد، از من پنهانی. خیلی هیچ گپ نیست. زنی دویم 3 طلاق کرده، با از نو نکاح کرده، زندگی کرده است، با پیش من میبیاید. من دلم خجیل، من با شوهرم زندگی کنم یا نه؟ پر جواب گوید. اگر شوهر شما زنی دویمش رو مثلا طلاق داده است یا گشت نکاح کرده است، این دیگر مسئله است. لیکن سوال شما این است که آیا من با شوهرم زندگی کنم برای آن که او به زنی طلاق دادهش باز رفت آمد میکند؟ بله، زندگی شما درست است، نکاح شما درست است، اما با نکاحش با زن دومش که 3 طلاق کرده است و بعد نکاح کرده است، در این مسئله در پیشگاه الله تعالی جواب میگوید. کسی که زنش 3 طلاق میکند موافق مذهب امام ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد، امام بخاری، جمهور علما از سلف و از خلف طلاق 3 واقع میشه. امروز
مردم ما مذهب حنفی ترک کردن با مذهب شیخ الاسلام تیمیه فتوا میتیم در مسئله طلاق، لیکن در دیگر مسئله ها بعد داد میزنن که باید مذهب حنفی را پایبند باشیم. خب سلام علیکم استاد. علیکم السلام. اگر اسقاط حمل کرده شود زن باید 40 روز نماز را نخواند مثل تولد؟ و علیکم السلام. اصلا اسقاط حمل حرام است. اسقاط حمل نکنید، حرام است و بر جسم زن ضرری عظیم دارد و به فرزندهای آینده هم ضرر دارد. بنابراین الله تعالی اسقاط حمل یعنی ابورت رو حرام کرده است، نکنید. اما رفت و اگر فرزند افتید یا ابورت شد، مقصد در این حالت 40 روز نماز نخواند؟ نه، هر روزی که خون هست نماز نمیخواند. برای اون که اگر کودکی مثلا 1 ماه باشد 2 ماه باشد و از شکم مادر افتاد یا افتانند، در این صورت او 40 روز غالبا حیض یا نفاس نمیبیند، یعنی شاید 10 روز بیند، شاید 5 روز بیند. آن روزهایی که خون هست نماز نمیخواند. از خون که پاک شد نماز میخواند. الله اعلم. سلام علیکم. یک سوال دارم. در وقتی که جاد مناسب نیست برای نماز در کوچه در یگان رستوران ممکن است در تپچنهای کوچه استول میز نشسته نماز را ادا کردم؟ و علیکم السلام. نماز و اصلا انسان و قوموا لله قانتین، الله تعالی امر کرد که نماز باید راست ایستاده خواند. قیام فرض است، لیکن اگر واقعا نتواند راست ایستاده نتواند، در بعضی کشورها منع است، مشکلی ها ایجاد میشد. اگر واقعا نتواند راست ایستاده، در این صورت نشسته خواند طبق دستوری پیامبر صلی الله علیه و سلم که گفتند که صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، راست ایستاده نماز خوان، اگر نتوانی بعد نشسته خوان، لیکن حرکت کنه نمازهای راست ایستاده خوانید. من در مسکو بسیار وقت در میز کرسی شیشتگی میخوانم نمازهایم را، یعنی حرکت کنید راست ایستاده خوانید. سلام علیکم و رحمت الله. نیتی روزه دوشنبه و پنجشنبه چگونه نیت باید کرد با زبان تاجیکی و عربی؟ میتوانید به ما گویید؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نیتی روزه با قلب میشود. نیت اصلا محلش قلب است. نیت کردم بگذارم روزه دوشنبه دارم، این خیلی با زبان نآمدگی است. فقط در 2 عبادت از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نیت آمدگی است، در عبادت حج و عمره و در عبادت قربانی هم با قلب نیت میکردن هم با زبان تلفظ میکردن. اما در دیگر عبادت ها با زبان تلفظ کردن نآمده است. شما که پگاه روزی دوشنبه روزه میدارم افته با قلب نیت کردید، همین کفایه است. خب یک سوال. حدیث های قدسی چه خیلی به پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است؟ حدیث های قدسی هم مانند حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی است، به واسطه جبریل آمدگی است. من 27 سال دارم، میخوام از شما مصلحت بگیرم. برای من لازم هستند که به ایشان زبان عربی را از خود نمایم. برای من استاد لازم هستند که با ایشان زبان عربی را از خود نمایم تا برای آموختن قرآن و حدیث به فهم گذشتگان سال شروع کنم. به کی میتوانم مراجعت کنم؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بهترین عمل طلب علم است، لیکن بدون استاد نادرست است. من کان شیخه کتابه فخطأه اکثر من صوابه. کسی که شیخش کتابش باشد، استادش کتابش باشد، خطاگیش از درستش بسیار میشه. بنابراین در علم شریعت هم در دیگر علم ها هم استاد لازم است. حتی اگر انسان 10 باره در نزد استاد قرآن حفظ کرده باشد، برای حفظ 20 پاره دیگرش هم با استاد لازم است. برای آنکه انسان خطاگی خود را خود حس نمی کند، استاد برای همین است که خطاگی را اصلاح میکند. بنابراین بدون استاد علم نگیرید، استاد جویید. کدام شخصیتی که علم دارد از آن علم گیرید. خب شما رو به خاطر الله دوست می‌داریم، الله جزای خیر دهد. یعنی خیلی سوال ها بسیار هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر کسی برادرش را در راه الله تعالی دوست داره اعلان کند، یعنی برایش گوید که من شما را در راه الله تعالی دوست می‌دارم، و آن آدمی که برایش این خیر گفته شد چنین گوید
احبک الله الذی احببتنا فیه. الله تعالی دوست دارد تو را، اللهی که تو در راه او ما را دوست داشتی تو را دوست دارد گفته جواب گرداند. گفتم خب سلام علیکم. یک سوال داشتم، اگر شخص قربانی کند ولی پول قصاب رو فراموش کردیم که دهیم، یک روز بعد از قربانی در یادمان زد و رفتیم قصاب رو پرسیدیم و حقش را دادیم، ولی یک روز دو روز بعد از قربانی دادیم، آیا این قربانی ما درست می شود یا نه؟ جواب گردانید. علیکم السلام. مزد قصاب رو اگر فراموش کرده باشید بعد داده باشید قربانی شما درست است. سلام علیکم. برای اذیت کردن قرآن یک مشورت میداده بسیار ضرور است. برای اذیت کردن قرآن چه خیلی که گفتیم اول استاد لازم است، استادی که قرآن را در نزد استاد حفظ کرده است و خوب است که با سند داشته باشد تا پیامبر صلی الله علیه و سلم. دوم این است که از یک مصحف میخوانید تا اینکه حفظ برای شما خللدار نشود و هر روز یک رو از یاد میکنید و چند روی دیگر درس‌های گذشته را تکرار میکنید و بهترین راهش اگر استاد قاری که حافظ قرآن است و علم قرآن دارد از او اگر علم گیرید او برای شما باز دستور میدهد. سلام علیکم. خب دعا کردیم، الله تعالی دعای شما را اجابت کند. اقربای شما را. سوال من چنین است، مرد همسرش را با فاحشگی دستگیر کرد یک چند مراتب و او را 3 طلاق کرد و زنی دیگر گرفت، عین حال باشه با زنی طلاق شده اش نیز زندگی دارد و همه میگویند او دیوس است، یعنی فاحشگی و دانسته زندگیش را باز ادامه داد. ما میخواهیم دانیم که زندگی زن دوم با چه خیل میشود، یعنی حکم شریعت برای زن دومش چی است. وقتی که زنش را مثلا در نعوذ بالله در زنا دستگیر کرد، بعضی علما میگن که واجب است که طلاق دهد دیگه با او زن زندگی نکنه، برای اینکه اقرار زن در فاحشه این دیوسی هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که دیوس به جنت نمیدره. لیکن مسئله دیگر زن گرفت است و با آن زندگی دارد، نکاح این زنش درست است، لیکن آن نکاح را مقصد از نظر گذراند به نزد اهل علم رود. واقعا اگر مسئله های طلاق ما در صحبتی گذشته گفتیم که مسئله های قضایی هست، یعنی مسئله ای که باید قاضی حل کند، برای آنکه به چند سوال ها محتاج میشد. همین گونه از همین خیل فتواها از همین خیل سوال و جواب ها گرفته هر یک کس خودش خلاصه نبرارد. وقتی که کسی طلاق کی داد البته همسرش را گرفته به نزد یک اهل علم رود. این خیلی نه که از یک نوار گوش کنید و خودتون به خودتون فتوا خلاصه برارید، نه، این مسئله قضا است. میرید حادثه را از سر تا آخر نقل میکنید، شخصی که شما رو میشنود اهل علم باشد بعد به حالت شما دیده فتوا میدهد. خب نماز قضایی را چی نمازی که باشد نماز پیشین است شام است تنها فرض آن را خوانیم یا کل آن را؟ یعنی 4 رکعت فرض پیشین را خوانیم یا کل آن را؟ لطفا جواب پر را به ما میدادید. اولش این که نماز قضا نکنید، برای اینکه نماز گناهی کبیره است قضا کردنش. نماز در وقتش فرض است، بهترین عمل نماز را در وقتش انجام دادن است. در صورت قضا شدن بله فرض را خواندن این حتمی است، لیکن سنت را اگر رفت و خوانده دید خوب است، اگر رفت و نخواند گناهکار نمیشوید. یعنی سنت را خوانده دادن حتمی و شرط نیست، لیکن اگر خواند خوب است، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روزه 4 رکعت نماز گذاشتند. مادر مومنه ها پرسیدن که یا رسول الله این وقتی که نماز نمیخواندید چی نمازی بود؟ گفتن 4 رکعت سنتی نماز پیشین را نخوانده بودم، مهمان ها اومدن با آنها مشغول شدم، انا همون نماز را الان خواندم. گفتن یعنی سنت را قضا خواندن، هیچ گپی ندارد، لیکن حتمی و ضروری نیست. در باب نماز اشراق و ضحی معلومات میدادید. اشراق و ضحی وقتی این نمازها یک است، یعنی بعدی برآمدن آفتاب و قدیه نیزه بلند شدن آفتاب شروع می شود تا وقتی زوال، تا وقتی قیام. قیام پیش از آن پیشین
2-3 دقیقه پیشتر آفتاب از حرکت باز می ایستد. همون را قیام میگویند. برای چی قیام؟ برای اینکه آفتاب از حرکت می ایستد. قام یقوم، ایستاد، از حرکت باز ایستاد. در همین وقت نماز خواندن ممکن نیست تا وقتی قیام، وقتی نماز اشراق و ضحی است. لیکن فرق ضحی و اشراق چی است؟ اشراق نمازی است که انسان نماز بامداد در جماعت میخواند، در همان جایی که فرض خواند تا برآمدن آفتاب منتظر میشد، ذکر میکنه، قرآن میخونه، عبادت میکنه. وقتی که آفتاب برآمد بعد 2 رکعت نماز اشراق میخواند. پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند ثواب حج یا عمره گفتند. این اشراق است. اما ضحی شرط نیست که بعدی بامداد در جایش نشسته باشه. یک انسان نماز بامداد خواند، رفت، بعد ساعتهای 10، 11، 9 خیس 2 رکعت نماز ضحی خواند یا 4 رکعت یا تا 8 رکعت نماز ضحی خواند. این ضحی هست. یعنی به نماز ضحی شرط نیست که انسان در جایی که فرض خواندش نشیند تا برآمدن آفتاب. نماز اشراق ثوابش از ضحی بزرگتر است، برای اینکه مشقتش زیاد است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه گفتند که ثوابک علی قدر نسبک، ثوابت به قدر مشقتت. نماز ضحی کی وقتا که فرصت پیدا کردید 2 رکعت، 4 رکعت تا 8 رکعت خوانید، این سبکتر است. اما نماز اشراق وزنین است. نماز بامداد در جماعت میخوانید و تا برآمدن آفتاب قضیه نیزه در جایی که فرض خواندید میشینید. حتی بعضی علما میگن که خسته از رفع قرآن نمیگیرد، مگر خیزد ثواب عمره رو نمیگیرد. عمره آخر 2-3 هزار دلار است، برای همین مشقتش زیادتر است. خب به همین قدر کفایتی میکنیم. انشاءالله به سوالهای باقی مانده در نوار الهیده جواب میگوییم. والله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.